الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، از سخنان زیبای عزیزمون مولانا اسماعیل سلمه الله استفاده کردید. قرآن عظیم الشان در سوره انعام مطلب زیبایی را بیان کرده است و قرآن هرگاه که بیان میکنه مطالب را زیبا بیان میکند. تعبیر قرآن عظیم الشان تعبیر پروردگاران و کلام الله تعالی کلام معجزه هست. قرآن عظیم الشان تأثیر قرآن هم اعجاز انگیز هست، تأثیر معجزه هست. معجزه به چیزی میگویند که برخلاف عادت باشه. قرآن عظیم الشان بالاتر از سخنان عادی و سخنان مردم و مخلوق، قرآن عظیم الشان کلام الله تعالی هست و الله تعالی تنها کلامش قرآن نیست، تورات هم کلام الله، انجیل هم کلام الله بوده، زبور هم کلام الله است. ولیکن خصوصیت قرآن آنه که قرآن معجزه، مثل قرآن را کسی نمیتواند بیاورد. یک سوره از قرآن، 10 سوره مانند قرآن عظیم الشان می فرماید که الله تعالی می فرماید که کسی نمیتواند بیارد. لحظه روی معجزه به چیزی میگویند که مثلش را کسی نتواند بیاورد. بندگان خدا عاجز بشن در مقابلش، از مقابله به مثلش. لحظه این واقعا قرآن تأثیرش بسیار زیبایی و ما همه را توصیه میکنیم به خواندن قرآن، به توجه به قرآن عظیم الشان، به سیره انبیا و سیره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم همه را توصیه میکنم، خودم را و شما مردم عزیز و مردم خوب را توصیه میکنم که قرآن مطالعه کنید، قرآن تلاوت کنید. سوره مبارکه انعام در اینجا الله تعالی ذکر میکنه حضرت ابراهیم را تذکره کرده است الله تعالی. و اذ قال ابراهیم لابیه آزر، حضرت ابراهیم به پدرش آزر خطاب کرد و پدرش را گفت که تو غیر از خدا دیگران را، بتان را معبود گرفته ای. و پدرش را و قومش را حضرت ابراهیم علیه السلام نصیحت کرد، بسیار با منطق، بسیار با استدلال، بسیار با خونسردی. صحبت ابراهیم با استدلال بود، با منطق بود، دلائل آورد بر وحدانیت خدا، یگانگی خدا و ستارگان و ماه و خورشید را در او زمان عبادت می کردن. در سوره مبارکه انعام رد معبودیت اینها که ماه و خورشید و ستارگان معبود نیستند
تذکره شده است و در سوره های دیگر بت‌هایی که اونها عبادت می‌کردند ابراهیم با دلائل رد کردند که اینها لایق پرستش و عبادت نیستند. نکته که اینجا خواستم خدمت همه شما عرض کنم اینه که الله تعالی تذکره 18 تا پیغمبر که از حضرت نوح، خود حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و 18 تا پیغمبر هیچ جای در قرآن پشت سر ذکر نشدن، اینجا تذکره شده. و در این انبیاء را تذکره می کند الله تعالی و می فرماید اینها را من هدایت دادم، اینها هدایت یافتند، هدایت را از الله تعالی گرفتند و شما به هدایت اینها اقتدا کن. فبهداهم اقتدی، تو به هدایت اینها ای پیامبر اعظم، ای خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم، به هدایت پیامبران پیشین اقتدا کن. این همه یک سلسله انبیاء، همه یک سلسله هستند، همه اینها خدا را عبادت کردند، همه خدا را تنها پرستش کردند، همه انبیاء بر توحید حساس بودند و توحید بزرگترین اعتقاد محوریه که اصولهای اعتقاد همه به این محور برمیگردند. رسالت هست، معاد، این اصول اعتقادی همه ادیان سماویه، توحید وحدانیت الله، پرستش خدای واحد و لا شریک. ولذا عزیزان من، این مسئله مهم اعتقاد به الله، وصل شدن به الله، ارتباط با الله از طریق انبیاء علیهم السلام، وصل شدن به پیامبران، وصل شدن به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، وصل شدن به همه انبیاء، اتباع حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و اقتداء به حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، اقتداء به همه انبیاء، چرا که اینها همه تو یک مسیر بوده. در مسائل فروعی عملی تفاوتی بوده جایه، ولی در اصول و اعتقاد انبیاء هیچ تفاوتی نداشتند و ما باید هم واصل بشیم به پیامبران از طریق سیره رحمت للعالمین، اخلاق رحمت للعالمین، اتباع محمد امین صلی الله علیه وسلم و واصل بشیم از طریق اینها به الله تعالی، از طریق قرآن عظیم الشان که کتاب مقدسه و آخری کتابه، واصل بشیم به پروردگار، یعنی به قرب خدا برسیم. با خدا انسان نزدیک میشه وقتی که عمل کردش صحیح باشه، وقتی اخلاق و رفتارش صحیح باشه، وقتی گرفتار مفاسد نشه، گرفتار ظلم نشود. بالاترین حق مخلوق، حق مردم که ضعیفن، الله تعالی اگر بخواهد حق خود را می-بخشه. کسی نسبت به الله کوتاهی کرده باشد ولی حق مخلوق نمی بخشه. حق مردم ضعیفن، حقوقشون سنگینه، حقوق الناس.
57 انقلاب 57 که الان سال روز انقلاب هست، فیروزی انقلاب، مردم شاید آنهایی که او زمانه به سن رشد رسیده بودند و به سن تشخیص می دیدند که مردم با چه خوشحالیه، با چه آرزویه، با چه امیده به صحنه آمدن. تمام طبقات و همه اقشار و همه طیف ها، از هر طیف، همه ایل و قبیله و مذاهب و ادیان و اکثریت مردم ایران، الان نمیشه بگی کل، ولی اکثریت قاطع با امید آمدن به صحنه. و ما هرچه که از اوائل انقلاب دورتر شدیم، اوائل انقلاب دیدها بهتر بودن. هرچه که ما بالاخره به جای که تجربه کسب کنیم و بالاتر که بیاییم بهتر بشه، متاسفانه بالاتر که آمدیم تنگناها بیشتر شدن. خیلی ها از در اوائل انقلاب که همراه بودن کم کم جدا شدن یا ما جدایشون کردیم، برای اینکه برای خودشون میدانی ندیدن. اوائل انقلاب وسیله اقتصادی خیلی سالها مشکلات اقتصادی به این صورت نبود، ولی هرچه بالاتر آمدیم مشکلات اقتصادی سخت‌تر شد و حلقه ها را تنگ کردیم. بنده بارها هشدار دادم که حلقه را تنگ نکنید، حلقه را گشاد کنید، دایره انقلاب را وسیع بکنید، بگذارید هر طیف بیاید، همه را شامل بشه، همه را بیاورید، از همه استفاده کنیم، همه را امیدوار کنیم، همه را همراه کنیم. اما هرچه ما بالاخره از عمر انقلاب بیشتر شد، به جای اینکه ما تجربیات کسب کنیم و بالاخره این حلقه و این دایره را وسیع تر کنیم و شامل تر کنیم، متاسفانه تنگتر کردیم. تبعیض و نابرابری متاسفانه خیلی زیاد شد، بیداد میکرد. تبعیض نسبت به زنان حقیقتا شهروند درجه اول نبودن، یک نبودن، زنها شهروند درجه 2 قرار گرفتن و حق و حقوق زنان، جایگاه زنان. اهل سنت، اقوام، مذاهب با تبعیض خیلی شدید گسترده روبرو شدن. ما میدانیم، اهل سنت میدانند که چه کشیدیم تو این مدت، چه پیگیری هایی بوده و اهل سنت بارها فریاد زده شده که ما شهروند اگر درجه 2 هم بودیم خوب بود، درجه 3 و اونورتر. مسئولان می گفتن که اهل سنت شهروند درجه 1 کن، ولی عملا نبودیم، حرف بود ولی عمل ما ندیدیم. نه وزیر، نه استاندار، توی استانهای سنی نشین
حتی انقدر این مسئله شدید بود که توی شورای تامین تا حالا یک نفر اهل سنت نبوده. شورای تامین که به هر حال رسالتش سنگینه، برای امنیت استان فکر میکنه، برنامه ریزی میکنن. در استانی که استانهایی که حد اکثرشون اهل سنت توی کشور، توی استان خودمان و یا بالاخره جمعیت اهل سنت اونجا زیاده، حداقل یک نفری در شورای تامین وجود نداشته در گذشته. و این توی اداراتی که 300 نفر هم با توی ادارات کل. حالا ما وقتی آمار همیدی بعض فرماندارها را ذکر میکنن، آمار فرماندار بخشدار توی شهرستانان، ولی مرکز استان که تصمیم گیرنده و مرکز شکل استانه، در مرکز شکل استان توی اداراتی هست که 400 نفر ما آمار داریم، 300 نفر پرسنل، یا 20 شون اهل سنته یا 15 شون اهل سنته. توی آموزش و پرورش تبعیض بیداد میکنه و همواره گلایه بوده، همواره شکایت بوده در استخدام ها، در بکارگیری. آموزش و پرورش که زیربنا هست، تعلیم زیربنای توسعه، زیربنای پیشرفته، زیربنای ترقی، باید مورد توجه قرار بگیره. ولی همواره دغدغه بوده و این دغدغه هیچ زمان رفع نشده و هر دوره این سنگین تر شده این دغدغه. و هرچه شکایت کردیم نتیجه یک بار آموزش و پرورشی که 75% در منطقه اهل سنت، یک بار برای یک بار کم شده از اهل سنت نگذاشته اینجا کسی دیگر استان همین طوره. چه سیاستی بوده این پشت پرده؟ بالاخره اینها شهروند کشوران، حق شهروندی دارن، زنان بالاخره او جایگاهی که باید داشته باشند، توجهی که باید به زنان بشه. نه یه حرف بنده حالا میزنم، قبلا گفتم، گذشته همه یه حرف بنده گفتم، در دور اصلاح طلبان فریاد زدیم، صحبت کردیم، مذاکره کردیم، گفته که بر زنان مورد تبعیض و بالاخره این تبعیض چیزی است که خلاف اصل دین اسلام قبول نداره. نظام اسلامی نمیتونه اینه بپذیره. وقتی نظام به نام اسلامه باید درو مساوات باشه، حقوق اما برابر باشن. و ما الان نمیخواهیم که روی مسائل قومی زیاد صحبت کنیم، نمیخواهیم روی مسئله مذهبی بریم. ما اولویت‌های من مسائل ملیه، مسائل که شامل کل ملت ایرانه. همه ایرانیان شهروند ایرانند و تمام ایرانیان با هم برادر هستند، برادر و خواهر. ما امروز قبلا بنده گفتم و تکرار میکنن که ما شیعه و سنی نداریم. مسئولان نگران اختلاف شیعه و سنی نشن که ما شیعه و سنی نداریم امروز، ما اقوام هم نداریم امروز.
اقوام، مذاهب، مردم ایران همه یکی هستن. همه ما شهروندان ایرانیم. حق و حقوق همه ایرانیان خواستش اینه که به صورت مساوی بشه. ما از حق همه ایرانیان صحبت میکنیم، همه از حقوق همه صحبت میکنن. ما عزت ایران میخواهیم، ما سربلندی ملت ایران میخواهیم. مردم ایران حقشونه که عزت داشته باشند، حرمت داشته باشند. مردم ایران حقشون این نیست که در این گنج و این نعمتی که خدا داده گرسنه باشند. ملت ایران ناامید شده از این که وضعیتش بهبود پیدا بکنه. این اعتراضات که الان در سطح کشور ما شاهدش بودیم، اعتراضات برای همینه. ملت به این نتیجه رسید که دیگه مشکل ملت حل نمیشه. پول چرا پولش بیاید به 45,000 تومان برسه، دلار به 45,000 برسه؟ چرا ملت ایران نگرانه که خیلی از مردم ایران به خارج و بیرون بدهکارن و نمیتوانند دینهای خودشون ادا بکنن. اون زمان دلار 20 تومان بوده، 30 تومان بوده، تجارت کردن، فروختند وسایل. اینجا الان نمیتوانن که 45,000 بدن و دلار بخرند و حق و حقوق مردم بدن. خیلی مشکلات برای مردم درست شده است. ما این عرض کنیم که ما خیر خواهیم، دلسوز شماییم، دلسوز هماییم. عزت ایران میخواهیم، تمامیت ارضی ایران میخواهیم. شیعه و سنی همه برادران، ما با هم اخوت داریم، برادری داریم. همه اقلیت های دینی، مذهبی، قومی همه یکی هستیم. ولی روندی که داره میرود، این الان کشور در دست بیشتر نظامیانه. بسیاری از سردارها هستند که به هر حال در پست های سیاسی قرار دارند. ما نظامیان را دوست داریم، نظامیان فرزندان ما، ولی نظامی میدانی داره. اونها میدانشون میدان نظامیه، میدان دفاع از تمامیت ارضیه، میدان برقراری نظم و امنیت و این مسائل. و سیاسیون میدان دارن. کشور را باید سیاسیون اداره کنن، سیاست مداران اداره بکنن. در راس پست های سیاسی، مدیریت کشور، اداره کشور به وسیله سیاسیون انجام بگیره. کار متخصصان، انسانهای که در میدان سیاست توانمندی دارن، اینها باید بیان کشور را. چه متخصصان و انسانهای توانمند ما در داخل کشور داریم و بیشتر در خارج کشور داریم. ایرانی هایی که خارج از کشوران، بهترین پزشک که شما بخواهید شما را به ایرانی ها راهنمایی میکنه، بهترین استاد دانشگاه
بهترین کارشناس، بهترین متخصص که کشور به اینها نیاز داره، کشور به اینها احتیاج داره. اینا باید کشور بسازن، اینا بیاید در اداره کشور و ساختن کشور سهم بگیرن. همه رفتن برای اینکه اینجا امیدی که اینا به کار گرفته بشن، میدان داشته باشن، میدانشون ندادیم. گزینش مدیران ضعیف و نمایندگان ضعیف این برای کشور مشکل ایجاد کرده و این درد را که امروز ملت فریاد میزنه همینه و اینها باید مورد توجه قرار بگیرن. مسئولان امر این که ما عرض میکنه دیگران میگن که صدای ملت را بشنوید، همینه. ببینید که ملت دردش چیه. خواسته های ملت همینه. اخیراً تعدادی از زندانی ها که خواست ملت همین بوده و خواسته همه ما هم بوده که شما زندانی های سیاسی را، زندانی های اعتراضات اخیر را، اینها را آزاد کنید. خب حاکمیت تعداد را آزاد کردن و این ما قدم مثبت تلقی میکنیم. این نظر خود بنده هست که بنده عرض میکنم. من قبلا گفتم که هر کسی قدم برداره قدم مثبت، ما قدم مثبت تلقی میکنیم. خوب شد که تعداد از زندانی ها آزاد شدن، ولی انتظار آنه که زندانیان سیاسی توی زندان نباید بمانند. همه زندانی های سیاسی را آزاد کنید، همه بازداشتی های اخیر را آزاد کنید. خیرخواه شماییم، شما با این مردم بشینید، خواسته های مردم را. اینها ملت ایرانن، ملت ایران دچار مشکله، احساس بحران میکنه. با اینها بشینید و تابع اکثریت باشید. اگر اکثریت قاطع هر خواسته داره، شما تابع خواسته اونها را برآورده کنید. سرکوب و زندان و این جواب نمیده، فشار جواب نمیده، زندان جواب نمیده، چرا که مشکل به جایش خودش باقیه. مبارزه با معلول نکنیم، بریم به سراغ علت و بشینیم که این مردم اکثریت قاطع این ملت، نه اقلیت، اکثریت قاطع هر خواسته داره. ما خواسته اونها را سعی کنیم که برآورده بکنیم، به همون خواسته تن بدیم. این میتونه گفتگو، میتونه مسئله از راه گفتگو حل بشه. همه ما ایرانیم، همه ما از یک خانواده هستیم. ضرر و نقصان ما یکیست، از هر طرف باشه. بشینیم با هم با گفتگو، با مذاکره، من و شما راه درست را بریم، همونی که خواسته زنان و مردان و خواسته اکثریت ملت و مسالمت آمیز مشکلات کشور را با فرصش اگر
به این نتیجه ما نرسیدیم به صورت دیگه فرسش از مردم، فرسش در اختیار بگذاری، از مردم بپرسیم و از مردم سوال بکنیم. به هر حال این مشکل قابل حله. درک بکنیم مشکلات و مسائلی که هست در کشور، از راه صحیح حل بکنیم و از راه درست. و انشالله این ماه خیر هست، ماه برکت و آینده روشنی در پیش انشاءالله و نگران مسائل دیگه نباشیم، نگران تمامیت ارضی کشور، نگران اختلافهای قومی و مذهبی و فرقه‌ای بلکه نگران اون مسائل باشیم، بحران‌هایی که امروز در کشور ایجاد شده و انشاءالله این مشکلات الله تعالی به بزرگی خودش حل بکنه. ما آینده امیدواریم که خبرهای خوب و خبرهای خوش را داشته باشیم از هر طریق. زلزله که واقعا دنیا را تکان داد، زلزله در ترکیه، در سوریه، واقعا زلزله نبود، به تعبیر بسیار یک قیامتی بودیم. تا حالا 20 خورده هزار نفر در سوریه و ترکیه مناطق زلزله زده تلف شده است و شاید هزاران نفر هنوز روی زیر آواره. دیگه الان امید این که کسی زنده بمانه نیست. خیلی شرایط سخته، خیلی سخته عزیزان. شهرها ویران شدن، ساختمان‌های بلند و بزرگ فرو ریختند، سردی بسیار شدیده و واقعا جا است که ما برای اینها هم گریه کنیم، هم دعا کنیم و هم کمک کنیم به اینها. گرچه همه جامعه جهانی به کمک و امداد ده مناطق زلزله شده همراهی کردن، همکاری میکنن، اما هنوز انقدر این فاجعه گسترده و نقصان وسیعه که نیاز است همه مسلمانان در هر جای هستند به کمک این زلزله زدگان وظیفه خودشون را، وظیفه انسانی بشتابند و این مثل رسیدگی بکنم. درخواست میکنم از شما مردم زاهدان، از مردم استان، از مردم کشور، از همه مردم دنیا که به این زلزله زده ها رسیدگی کنند و مخصوصا از شما درخواست دارم. کمک جمع‌آوری نمی کنیم ما اینجا، ولی درخواست دارم که دوستان سرمایه دارند، تجار، کسبه، کسانی که پولی دارند همکاری کنند و کمک کنند. مؤسسه محسنین که زیر نظر دارالعلوم هست به هر حال این کمک هایشون را اینجا بیاورند، ولی چیزی باشه که ارزش داشته باشه و ما بالاخره با این ابعاد این فاجعه و خسارت و نقصان خیلی گسترده انشاءالله یک چیزی ارزشمندی به دست بیفته که ما برای اینها بفرستیم، خیلی خوب خواهد بود. و این منطقه خودمون آذربایجان غربی خوی این خیلی نیاز داره. اینجا هم ضایعات شده،
تلفات گسترده. درخواست منم همینه که هم مسئولان توجه کنند، حد اکثر توجهشون را اینجا مبذول بداره، هم مردم عزیز ایران زمین به این توجه کنند، برای اینها دعای خیر کنند و رسیدگی بکنند و الله تعالی توفیق عنایت کنه. ما را توفیق بده که به وظیفه انسانیمون، به وظیفه اسلامیمون، همه اینها وظایفن، همه اینها مسئولیتن، بتوانیم برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.